سلام به همه فیلم بازا و انیمه بازای باحال موویلند. امروز قراره بریم سراغ یه ژانر خاص از دنیای انیمه و مانگا که خیلی وقتا کمتر بهش پرداخته میشه ولی یه گنج پنهانه. سینن ها در واقع انیمه و مانگایی هستن که بیشتر برای بزرگسالا ساخته میشن. فرقشون با شونن اینه که خبری از قهرمانای نوجوان با دوستیای پر انرژی و نبردهای رنگارنگ نیست. اینجا همه چیز جدی‌تره، خشونت واقعی‌تر، فلسفه‌های سنگین‌تر و کاراکترهایی که خیلی خاکستری هستن. بیایید 5 تا از بهترین سینن ها رو با هم بررسی کنیم. قبل از اون یادتون نره چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. بریم به ویدیو. انیمه اول، وینلند ساگا. این انیمه یه شاهکار تاریخی واقعیه. داستانش توی دوران وایکینگ ها میگذره و از همون اول با خشونت و جنگ شروع میشه. شخصیت اصلی سورفین یه پسر بچه‌ایه که پدرش رو توی جنگ از دست میده و برای گرفتن انتقام بزرگ میشه. اما چیزی که این انیمه رو خیلی خاص میکنه فقط مبارزات و شمشیرزنی ها نیست، بلکه سفر شخصیتی سورفینه. توی این مسیر میفهمه که زندگی فقط درباره کشتن و خون نیست، بحث عمیقی درباره صلح، آزادی و معنای زندگی داره. انیمیتی که استودیوی ماپا کرده هم فوق‌العاده است، مخصوصا توی فصل دوم. اگه دوست دارید انیمه تاریخی ببینید ولی پر از فلسفه و درگیری ذهنی، این بهترین انتخابه. انیمه دوم، مانستر. این یکی از بهترین داستانهای جنایی و روانشناختیه که تا حالا ساخته شده. ساخته ناوکی اوراساوا که توی ژاپن کلی طرفدار داره. قصه درباره یه جراح به اسم کنزو تنماه. یه روز توی بیمارستان باید تصمیم بگیره شهردار مهمی رو عمل کنه یا یه پسر بچه رو. اون بچه رو انتخاب میکنه ولی همون بچه بزرگ میشه و تبدیل به یه قاتل سریالی فوق‌العاده ترسناک میشه. اینجا دیگه خبری از مبارزات فانتزی نیست. همه چیز روی تعلیق، سوالهای اخلاقی و کشمکش‌های درونی آدم‌ها متمرکزه. این انیمه کاری میکنه به این فکر کنی که آیا کار درست همیشه عاقبت درستی داره؟ اگه دنبال چیزی مثل کارهای هیچکاک هستید، مانستر بهترین انتخاب میتونه باشه. خب بریم سراغ انیمه سوم، برزرک. یکی از تاریک‌ترین، خشن‌ترین و البته تاثیرگذارترین مانگا و انیمه های تاریخه. ساخته کنتارو میورا که متاسفانه چند سال پیش از دنیا رفت. داستانش درباره یه شمشیرزن قدرتمند به اسم گات هست که توی دنیایی پر از شیاطین، جنگ و خیانت سعی میکنه زنده بمونه. خشونت توی برزرک خیلی واقعیه، گاهی حتی شوکه کننده میشه، ولی در کنارش پر از مضامین فلسفی مثل سرنوشت، آزادی و خیانت و امیده. خیلی از بازی‌ها و آثار مدرن مثل دارک سولز یا الدن رینگ از برزرک الهام گرفتن. پس اگه عاشق دنیای فانتزی تاریک هستید، این یه کلاسیک واقعیه. انیمه بعدی، بلک لاگون. این یکی کلاً فضای متفاوتی داره. داستانش درباره یه گروه مزدور و قاچاقچی توی آسیاست. شخصیت اصلی کارمند ژاپنی ساده است که به شکل اتفاقی وارد دنیای خطرناک خلافکارها میشه. اینجا با کاراکترهایی سر و کار داریم که هیچ کدوم خوب مطلق یا بد مطلق نیستن. همه خاکستریان با انگیزه های خودشون. پر از اکشن دیوانه‌وار، تیراندازی، انفجار و دیالوگ‌های تند و تیزه. ولی در کنارش نقد اجتماعی هم داره، از جنگ و سیاست گرفته تا فساد شرکت ها. اگه دنبال یه چیزی شبیه فیلم های گنگستری و اکشن دهه 90 هستید، بلک لاگون حسابی بهتون میچسبه. انیمه آخر، هلسینگ. و اما بریم سراغ دنیای خوناشام ها.
هلسینگ داستان سازمانی به همین اسمه که وظیفش مقابله با خوناشاما و موجودات ماوراییه. شخصیت اصلی آلوکارد یه خوناشام فوق‌العاده قدرتمند و کاریزماتیکه که برای همین سازمان کار میکنه. اینجا دیگه شاهد ترکیب اکشن تاریک، خشونت گرافیکی و کاراکترهای عجیب و غریب هستیم. از جنگ با نازی‌ها گرفته تا مبارزه با موجودات جهنمی. آلوکارد یکی از اون شخصیتاییه که وقتی ببینیش هیچ وقت فراموشش نمی‌کنی. صدای خونسرد، قدرت‌های وحشیانه و استایلی که خیلی خاصه. برای کسایی که عاشق فضای تاریک هستن، هلسینگ یه تجربه خفن به حساب میاد. Give me your orders! Search and destroy! Run them down! خب اینم از 5 تا انیمه سینن که هر کدومشون دنیای خاص خودشون رو دارن. از فلسفه‌های سنگین وینلند ساگا و مانستر گرفته تا تاریکی مطلق برزرک، اکشن دیوونه‌وار بلک لاگون و فضای تاریک هلسینگ. شما کدوم یکی رو دیدید یا کدوم یکی براتون جذاب‌تر به نظر میاد؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. یادتون نره برای حمایت از ما سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید تا محتوای بعدی رو هم از دست ندید.